سرمه خدای تو راضی باشد نوری جان. سرمه کفه والله خدای تو راضی باشد نوری جان. دردی سرم همه خیغمون داد که قلی میکفید. خدا سرت کفت بنیامین. ای نوری همی سری مرا بیا ویرون نکن. اوتاد ریخ من نوشیدم اخی. برای اوتای خطا گپ زن. گوش کن شب اون بچه خاله چی گفت؟ کدوم بچه؟ نیمی شب به تو زنگ زد کو؟ بچه خالم و قمری خواستگاری میایم پرسید که کی بیایی. در نصف شبی رو پرسیدند. مردک زنگیره اخی طاقتش تاق شده. ای این گپای نامعقولت رو من بنیامین. یکی شوخیت کردیم ترم دیوانگی نکن نوری بسیار سر ویرون نکن. گپزنی رو بس کن از جایت خیز. مادرت از دهه برای ما بسیار محصولات دادند. آنها ویران میشوند. خیز و بازار رفته آنها رو بفروش. تو گفتنی که یه مردکی با ابرو سوداگر شوم. بله میشوی. خاموش گپم رو نبر. رو اکنون مهنت کن. همه محصولات رو همراه خواهرم 1 کیلوگی پکیت کردیم. تو آنها رو برده سودا کن. همشه 1 کیلویی کردین؟ ها؟ همشه در پکیت گذاشتین؟ ها گذاشتیم. یا خدا چند کیلو شده گوه؟ با فکرم 150 یا 200 کیلو. خیلی شده ها؟ فکر زور نکی. او را فروشم چند ماه خروگ است با. باور میکنی نوری؟ نه فکر داشتم که با کیره فریب کنم بالون ماشین مالیش کنم ایره بین با خدا خودش توری کرد 100,000 با شکر با خدا خیریت می او چما می چتا کار قشلاق روان کرد ای در خاک پاد بوم رو ماچی خدا چرخوی ماشینت کفت بنیامین. تو هیچ آدم نشدی باور کن دیوانه.